رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که این آزار و اذیت و مشقت ها بر بالای او آمد و او صلی الله علیه و سلم به خاطر آن جایگاهی که الله سبحانه و تعالی بر او داده بود و پشتیبانی عمکش ابو طالب بر او نتوانستند ضرری برسانند، اما صحابگان کرام زیر شکنجه و عذاب و دشمنی های سخت قرار گرفتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نتوانستند این آزار و اذیت، این ظلم و ستم، این رنج را از بالای صحابگان کرام که اسلام آورده بودند از بالای آنها دور بسازد. این قدرت توانایی را نداشت صلی الله علیه و سلم. همین بود که به آنها گفت، قال لهم، بر آنها فرمود، لو خرجتم الى ارض حبشه، گفت اگر شما به سرزمین حبشه بیرون شوید، به سرزمین حبشه هجرت نمایید، فإن لها ملكا لا يظلم عنده احد، بدرستی که در این سرزمین حبشه یک ملیک است، یک پادشاه است که به هیچ کسی، به هیچ نفر ظلم نمی کند. و هی ارض صدق حتی یجعل الله لكم فرجا مما انتم فیه. و فرمود رسول صلی الله علیه و سلم آن سرزمین راستی است و سرزمین عدالت است. پس تا آن دمی که الله سبحانه و تعالی برای شما راحتی و راههای آسان را فراهم بسازد، آنجا بمانید، آنجا قرار بگیرید. رسول الله بر صحابگان کرام این توصیه را دادند، این نصیحت را بر آنها کردند. فخرج عند ذلك المسلمون من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله الى ارض الحبشه. پس آن هنگام بود که مسلمانان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از ترس فتنه و شکنجه این دشمنان که در مکه بودند گریزان به سوی الله سبحانه و تعالی با دینشان به سوی سرزمین حبشه بیرون شدند، برآمدند و سوی الله فرار کردند با دینشان. میفرماید فکانت اول هجرت، این اولین هجرت بود در اسلام. و کان اول من خرج من المسلمین، و اولین گروه مهاجران از مسلمانان اینها بودند: عثمان ابن عفان ابن ابو العاص ابن امیه با همسرش رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عثمان ذی النورین، و ابو حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه ابن عبد الشمس با همسرش صلحه بنت سحیر ابن عمر، و زبیر ابن عوام، و مصعب ابن عمیر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو سلمه ابن عبدالاسد و همسرش ام سلمه بنت ابو امیه، و عثمان ابن مظعون، عامر ابن ربیعه با همسرش لیلا بنت ابو حسمه، و ابو صبره ابن ابو رحم، و سحیل ابن بیضا. اینا از جمله صحابگانی بودند که به سرزمین حبشه اولین هجرت بود. اینها اولین گروه مهاجران بودند که خاک مکه را به قصد امانی و عبادت در حبشه ترک نمودند و سوی حبشه رفتند. فكان هؤلاء عشرة اول من خرج من المسلمین الى ارض الحبشه فیما بلغنی. ابن هشام میگوید که پس این 10 نفری که ذکر کردیم اولین گروه بودند که از میان مسلمانان به سرزمین حبشه هجرت کردند، چون که به من رسیده است. قال ابن اسحاق میگوید ثم خرج جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه، سپس از پشت ویا جعفر ابن ابی طالب برآمد. از پشت ویا جعفر ابن ابی طالب نیز هجرت کرد. همین بود که مهاجرت مسلمانان پیوسته دیگر ادامه یافت. شروع شد از همین فرمان تا آن دمی که در سرزمین حبشه مسلمانان در آنجا جمع شدند و گروهی از این مهاجران با اهل خانواده اشان رفتند و گروهی از آنها بدون عائله تنها رفتند. خاک مکه را با قصد پناه به پادشاهی عادل حبشه ترک نمودند رضی الله عنهم. سپس ارسال قریش الى حبشه فی طلب المهاجرین الیها. در اینجا قریش آرام نگرفتند، نقشه کشیدند، یعنی فرستانیدن قریش به سوی حبشه برای بازگردانیدن مهاجران. قال ابن اسحاق میگوید که از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که گفت ام سلمه فرمودند لما نزلنا ارض الحبشه جاورنا بها الخیر جارین. ام سلمه میگوید که وقتی که ما به سرزمین حبشه رسیدیم به بهترین همسایگان همجاور شدیم که او نجاشی بود، پادشاه عادلی، و هنگامی که به آن سرزمین رسیدیم او ما را در دیار خود امان داد، ظلم نکرد. الله متعال را عبادت کردیم آنچنانی که بر ما امر شده بود و هیچ کسی از نفران ما را آزار نمیداد و سخن ناخوش هم نمی گفت. هیچ کس، یکی در آسودگی، در آرامی تام قرار گرفتند. این صحابگان کرام عبادت الله را میکردند با خوشحالی،
کسی به اینها چیزی نمیگفت تو چرا این کار انجام میدهی؟ از نیکویی‌های هجرت برادران و خواهران انهمین است که تو دینت رو آشکار مینمایی، دینت رو ظاهر مینمایی. کسی دیگر به تو چیزی نمیگوید. آنگونه که الله با تو امر کرده است آنگونه الله را عبادت میکنی چگونه که شایسته عبادت هست. سپس میفرماید فلما بلغ ذلک قریشا، قریش تا این دم دیگر آرام نگرفتند. هنگامی که این سخنها به قریش رسید، این خبرها به قریش رسید، آنها در میان خود مشورت کردند، آرام نگرفتند. یکی آنها در آنجا رفته حتی در آنجا هم چیز آنها را نش زدند، آرام نگرفتند. مصلحت و مشورت کردند که دو مرد پرقوت و با اعتماد را و سخنور را برای بازگرداندن آنها به نزد حبشه به نزد نجاشی میفرستند. و این هنگام که برای نجاشی باز هدیه ها هم گرفتند، هدیه ها آماده کردند از آن مال و چیزهایی که در مکه مکرمه بی‌نظیر بود، گرانبها بود، قیمت بها شمرده میشد و از همه بیشتر او را چیزهای چرمین که از مکه می آوردن برای او را خوش می آمد. برای همین این چیزهای چرمگین را جمع آوری کردند و از همه چیزهای قیمت بها را جمع آوری کردند برای هدیه به او تا دل او را آرام بسازند و مردم را باز بگردانند به سوی سرزمین‌های خود تا که آنها را آزار بدهند، آزار آنها را شکنجه بکنند. هدیه آماده نمودند، چنان هدیه جمع کردند که حتی یک نفر نمیتوانست این هدیه ها را بردارد. حتی با همون اشرافیان کلیسایی که در همون حبشه بود برای آنها تحفه آماده کردند. ثم بعث ذلك عبدالله ابن ابی ربیعه. سپس میگه پس قریش دو نفر را انتخاب کرده بودند، عبدالله ابن ابی ربیعه و عمرو ابن عاص. با هدیه ها آنها را به سوی حبشه به نزد نجاشی فرستاندند و به آنها سفارش های دادند و گفتند که هر یکی از درباریانی بطریق میگویند همون بگیم که سردارانی همون کنیسه ها را، راهبران را که در همون اطراف پادشاه بودند، به همه آنها برای همه آنها هدیه ها گرفته بودند و گفتند که هر یکی از همین درباریان که در همون دربار در همون قصر قرار دارند پیش از ورود نزد نجاشی هر یکی از آنها را به این هدیه ها راضی کنید. این سخن را بین همدیگر تصمیم گرفتند و سپس در آخر که بالآخر که به نزد نجاشی رسیدید پادشاه را با هدیه های بزرگتر احترام نمایید، بدهید. پیش از سخنگویی هدیه ها نمایید. پیش از آنی که در مورد مهاجران با نجاشی سخن بگویید اول هدیه ها بدهید و گفتند که از او بخواهید که آنها را به شما تسلیم بدهند. این سخن را گفتند، تصمیم جدی گرفتند برای برگرداندن مردم از حبشه. ام سلمه میفرماید که این دو نفر به نزد نجاشی رفتند در حالی که ما در بهترین خانه ها در نزد بهترین همسایه ها پادشاه عادل و نیک قرار داشتیم. آنها به هر یک از درباریانی که در آنجا قرار داشت به آنها هدیه ها دادند. پیش از آنی که به نزد نجاشی بدرایند اینها را ملاقات کردند، اینها را راضی کردند و گفتند که در این سرزمین پادشاه از میان قوم ما نیک قریشیان جوانان و آدمان سبک فکر به سوی شما آمدن پناه بردند، در حالی که آنها از دین قوم خود روی گرداندند، از دین قوم خود جدا شدند و همچنین علاوه بر این در دین شما هم نیستند، یک دین الهیده خود را دارند و گفتند که بلکه دین نوی آوردند که نه ما این دین را میشناسیم نه شما این دین را میشناسید. تلاش دارند و فرمودند که اکنون بزرگان آنها ما را فرستادند، بزرگان اینها که بزرگان قریش ما را روانه کردند. برای چی؟ تا آنها را باز بگردانیم به این سرزمین‌های خود، آنها را به این سرزمین‌های خودشان باز بگردانیم. گفتند می‌فرماید پس هنگامی که ما با پادشاه درباره آنها گفتگو کردیم، این دو نفر از اشرافیان با پادشاه هنگامی که ما گفتگو کردیم با او مصلحت و خواستند که پادشاه را با این سخنان با این زر زیور راضی بکنند تا اینکه همین کسانی که به حبشه هجرت کردگی بودند این نفران اینها را با اینها بسپارند باز بگردند به این سرزمین ظلم و ستم و گفتند که زیرا قوم آنها بهتر آنها را خوبتر میشناسند. و در این هنگام بود که این کسانی که آنها را راضی کرده بودند آنها به سخن درآوردند، گفتند قوم خودشون بهتر میشناسند اینها را، بگذار با امر آنها برود. یعنی که همین درباریانی که الکه هدیه ها را گرفته بودند گفتند که با رشوه و پورا گرفتگی بودند، گفتند بله همین طور خواهیم کرد، یعنی که آنها را با شما میفرستیم. ثم انهما قدما هدایاهما الی نجاشی فقبلها منهما. تا اینجا را سخن در کجا بود؟ با همراهی همین درباریان گفتند بله همین طور است، ما میپذیریم، بگذار بروند. این هنگام بود که آن دو فرستاده شده عمرو ابن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه هدیه های خود را به نجاشی پادشاهی حبشه تقدیم کردند. این هنگام بود که پادشاهی حبشه این هدیه های زیبا و قیمت بها را قبول کرد، پذیرفت
ва сипас бо наҷошӣ сухан оғоз карданд, гуфтугӯ карданд. Гуфтанд: эй подшоҳ, ба кишвари ту, ба сарзамини ту гурӯҳе аз ҷавонони сабукфикр аз миёни мо омаданду ба сӯи ту паноҳ бурданд, дар ҳоле ки онҳо аз дини қавми худ ҷудо шуданд, аз дини қавми худ баргаштанд, на дар дини қавми худ истоданд, на дини шуморо пазируфтанд ва ё бо худ як дини наве доранд. ва гуфтанд ки ино як дини нав доранд, як дини худсохта оварданд, ки на мо ин динро мешиносем, на шумо ин динро мешиносед. Бо наҷошӣ суҳбат дорам. ва гуфтанд ки ин Амр ибни Ос ва Абдулло ибни Аби Рабиа, ҳардуи мо бо супориши бузургони қавми худ ва падарони инҳо ва амакҳои инҳо ва хештаборони инҳо назди шумо омадем, то онҳоро ба сӯи қавми худ боз бигардонем. Ба хотири чиз? Боз гуфтанд ки зеро хешовандони инҳо инҳоро беҳтар мешиносад. Хешовандони инҳо инҳоро беҳтар мешиносад. Назди ту омадем, то онҳоро боз бигардонем ва хубтар онҳоро мо мешиносем, ки чаро барои чи онҳо мухолифат карданд дини моро ва онҳо аз мо норозиянд. Қолат Умму Саламата радияллоҳу анҳа, Умми Салама дар ин ҳангом боз гуфт, қисса дорад: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر ابن عاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. أم سلمة میگوید که اما برای عبدالله ابن أبي ربيعة و عمر ابن عاص چیز نفرت انگیزتر از این نبود که نجاشی با سخنان مهاجران گوش دهد. یعنی که آنها آمدند به نجاشی هدیه ها دادن و سخنها کردن، خواستند آنها را باز بگردانند. наҷошӣ фикр андеша кард, яъне ва суханони инҳоро хост гӯш бидиҳад, ба суханони инҳо гӯш бидиҳад ки ин муҳоҷирин чӣ мегӯянд, дар ҷавоб чӣ гапе доранд. қолат Умму Саламата радияллоҳу анҳа, Умми Салама радияллоҳу анҳа гуфт: фақолат, мега ба тариқатуҳу ҳавлаҳу, дарбориёни наҷошӣ ки дар атрофи ӯ буданд, дар гирди ӯ буданд, дар атрофи ӯ менишастанд, гуфтанд: ин ду, яъне Амр ва Абдулло рост мегӯянд. Эй подшоҳ, инҳо рост мегӯянд. қавми инҳо инҳоро беҳтар мешиносанд ва беҳтар медонанд, барои ҳамест ки инҳоро сарзаниш доранд. гуфтанд: эй подшоҳ, пас онҳоро ба онҳо бисупор, то онҳоро ба ватани худ барбигардонанд, бигзор бираванд ватани худашон. аммо наҷошӣ ҳангоме ки ин суханро шунид, бо шиддат ғазабнок шуд ва гуфт: савган ба Аллоҳ, қасам ба Аллоҳ, ҳаргиз чунин намешавад. На, ҳаргиз чунин нест. қасам ба Аллоҳ, ман онҳоро ба дасти ин ду намесупорам. пас чӣ гуна бошад он қавме ки ба кишвари ман омаданд, дар кишвари ман аз ман паноҳандагӣ талаб кардам ва ман онҳоро ба шумо бисупорам? Ман онҳоро чӣ гуна мешавад ки онҳоро паноҳандагӣ надиҳам, ки онҳо худ инро интихоб карданд, ба назди ман омаданд? Чӣ гуна ман инҳоро таслим кунам ба шумо, бе он ки аз худи инҳо бипурсам? Нопурсида аз инҳо ман чӣ гуна инҳоро ба шумо таслим намоям? Гуфт наҷошӣ. Гуфт: ман онҳоро, ҳамин муҳоҷиронро ҳатман ман инҳоро файрод мекунам ва аз онҳо мепурсам ва аз он чиро ки ин ду дарбораи онҳо мегӯяд, ҳатман ман хабари онҳоро хоҳам пурсид. Шунид, агар воқеан суханони шумо ду нафар, онче ки дар ҳаққи онҳо гуфтед, онҳо инро тасдиқ намоянд, онҳоро ба сӯи қавмашон боз мегардонам. яке аммо бархилофи онче ки шумо бошад мегӯед, ман онҳоро ҳатман дифоъ мекунам, аз онҳо дифоъ менамоям, яъне онҳоро ба шумо намесупорам. онҳо дар кишвари ман боқӣ мемонанд, ҳамсоягии нек барояшон хоҳам буд. ин буд наҷошии одил. аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло ҳокимони ин замонро ин гуна адолатро дар қалби онҳо мунаввар бисозад, ки аҳли хайр бигарданд. ин ҳангом буд ки наҷошӣ фарёд дод, паём дод, ки муҳоҷирони мусалмон назди ӯ ҳозир шаванд. онҳоро биёред, мехоҳам сухани онҳоро гӯш бидиҳам. оё инҳо рост мегӯянд ё ки аз дурӯғгӯёнанд? ман намехоҳам бидуни ин ки аз инҳо чизе бипурсам, онҳоро ба шумо таслим намоям. ин корро ҳаргиз намекунам. пас онҳо пас аз шунидани ин фармон ҷамъ омаданд ва бо ҳам гуфтанд: вақте назди подшоҳ меравем, ба подшоҳ чӣ бигӯем? чӣ гуна бо подшоҳ сухан бигӯем? аҳволи худро, ҳолати худро чӣ гуна баён кунем? қолу, гуфтанд: нақул валлоҳи ма алимна, тан мегӯем, қасам ба Аллоҳ, онче ки медонем онро мегӯем. савган ба Аллоҳ, савган ба Аллоҳ, мо он чиро мегӯем ва мекунем ки паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам моро ба он амр фармуд. ҳар чӣ ки рух медиҳад, рух медиҳад. аз фармони расули Аллоҳ берун намешавем. ҳар чизе ки паёмбари Аллоҳ саллаллоҳу барои мо гуфт, онро бар наҷошӣ хоҳем гуфт. агар бар боли мо мусибат меояд, агар бар боли мо сахтӣ меояд, агар моро боз мегардонанд, ҳар чӣ шавад шавад, сухани паёмбарро мегӯем. фаламма ҷаъу, ҳангоме ки назди наҷошӣ омаданд, фақад даъа аннаҷашию асақифатаҳу, ҳангоме ки ба наҷошӣ ҳозир шуданд, дар ҳангоме ки рӯҳониёни худро низ наҷошӣ даъват карда буд, ҳамун попҳову ҳамун касоро, ва китобҳои осмонӣ онҳоро гирди худ кушода буд. китобҳои осмонӣ аз Тавроту Инҷил. ва ба онҳо чунин гуфт: ин чӣ дине аст? ин чӣ динист шумо овардед, яъне ки аз дини қавматон ҷудо шудед? ин чӣ дин аст ки шумо аз дини қавматон ҷудо шудед, рӯй гардонидед, вале ба дини ман ҳам дохил нашудед? на ба дини ман дохил шудед, на ба дини ягон гурӯҳи дигаре дохил шудед. пас ин чӣ гуна дин аст? баён кунед. фақолат Умму Саламата радияллоҳу анҳа, Умми Салама
که این قصه رو برای ما قصه کرده شده است فرمودند فکان الذی کلمه جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه. سلام میگوید که آن کسی که به نام مهاجرین سخن گفت این جعفر ابن ابی طالب بود. سپس جعفر ابن ابی طالب از نام این قوم، از نام مهاجرین برآمد سخن گفت، صحبت کرد. با این جمع آمد با سرداری نجاشی پادشاه گفت ای پادشاه ما قومی بودیم که در باطل، در جهالت زندگی میکردیم، بت‌ها رو میپرستیدیم، سنگ‌ها رو میپرستیدیم و گوشتی خود مرده میخوردیم. ای پادشاه ما کارهای فحشا انجام دادیم، ریباخوری میکردیم، خویشاوندی رو میبریدیم، به همسایگان ظلم و بدگویی میکردیم و شخصان توانا پرقوت به ضعیفان ستم میکرد، ظلم میکرد. ما ان همین گونه قوم بودیم. ای پادشاه ما در چنین حالت قرار داشتیم تا آنکه الله سبحانه و تعالی به نزد ما پیامبری را فرستانید که از میان خودمان بود، کسی که منصبش رو میدونیم، نسبش رو میدونیم، راستگوییش رو میدونیم، امانتداریش رو میدونیم و همچنین پاکدامنیش رو نیز میدونیم، او رو میشناسیم، خوب او رو میشناسیم. الله او را برای ما فرستانید. فدعانا الی الله. میگوید این پیامبر مهربان ما را به سوی الله خواند، به سوی الله دعوت کرده. لنوحده، تو تنها الله را یگانه بشماریم، تنها الله را یگانه عبادت نماییم، عبادت را بجز او در کس دیگری صرف نکنیم. به سوی این نیکویی ها ما را خواند تا او را پرستش کنیم، بجز او کس دیگری را عبادت نکنیم و هر آن چیزی را که ما از پدران خود میراث برده بودیم آنها را ترک کنیم، آنها را پرستش نکنیم، نه سنگ ها، نه بت ها، نه هیچ چیز دیگری را. ای پادشاه او را به سوی راستگویی دعوت کرد، به سوی پاکدامنی، به سوی امانتداری، به سوی پایبند خویشاوندی، به سوی نیکویی، به سوی نیک کردن بر همسایگان و دوری جستن از حرامها، از ریختن خونها. ای پادشاه او ما را به سوی این دعوت کرد و ما را امر کرد و ما را نهی کرد که زنا نکنیم، هم کارهای فحشا را انجام ندهیم و دروغ هم نگوییم و شهادت بر باطل ندهیم و ما را از خوردن مالهای یتیم هم باز داشت، از تن فروشی مردم را باز داشت و زنان را به سوی پاکدامنی راهنمایی کرد، از غلامداری ما را آزاد کرد و بر ما امر فرمود که تنها الله را پرستش کنیم و هیچ چیزی را در عبادت او شریک نآوریم. و سخنش را ادامه داشتن گرفت جعفر بن ابی طالب و فرمود که و امرنا بالصلاه و الزکات و الصيام. گفت ای پادشاه ما را این پیامبر امری بر نماز کرد، امری بر زکات کرد، امری بر روزه کرد. میگوید سلمه او جعفر بن ابی طالب نشانه های دین اسلام را یک یک به پادشاه گفت، نقطه نقطه آنچه که آموخته بودند از رسول الله بر پادشاه خبر داد و گفت ای پادشاه ما او را تصدیق کردیم، به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم. آنچه که از جانب الله بر ما آورده بود، الله یگانه حق را پرستیدیم نه دیگران را، بر او شریک می آوردیم، ترک کردیم، تنها او را عبادت کردیم و هر چیزی را که بر ما حرام کرد آن را حرام شمردیم، هر چیزی که برای ما حلال کرد او را حلال قرار دادیم. ای پادشاه همین هنگام بود که قوم ما بر بالای ما سر برداشتند، قوم ما بر ما زوراوری کردند، ما را شکنجه دادند، تلاش کردند که ما را از دینمون باز بگردانند تا دوباره به سوی این بت پرستی بر بگردیم و کارهای زشت و حرام را که پیشتر آن را انجام دادیم به سوی آن باز بگردیم. ای پادشاه چون بر ما ظلم کردند و ما را از دین خود باز داشتند، جای زندگی هم را برای ما تنگ کردند، این بود که ای پادشاه ما با سرزمین تو پناه آوردیم، تو را از میان آن پادشاهان، تمام این پادشاهان اختیار کردیم. با پناه تو ای پادشاه ما امید داشتیم و امید داریم ای پادشاه که نزد تو ما ظلم نخواهیم شد. قالت سلمه. این هنگام بود که سلمه باز گفت فقال له نجاشی هل معك مما جاءك به عن الله من شيء. سلمه فرمود که سپس نجاشی گفت آیا نزد تو چیزی هست از آن چی که او یعنی محمد صلی الله علیه و سلم از جانب الله آورده است؟ آیا چیزی دارین؟ از وحی الهی چیزی دارین؟ این هنگامی که جعفر گفت بله داریم. نجاشی گفت پس آن رو برای من بخوانید آن چی که دارید برای من. جعفر آغاز کرد به قرائت ابتدای سوره مریم. کاف ها یا عین صاد. سوره مریم را ابتدای سوره مریم را خواند. فقالت سلمة رضی الله عنها. سلمه میگوید که فبكى والله نجاشی حتی اخضلت لحیته. سلمه قسم یاد میکند، میگه قسم به الله نجاشی هنگام شنیدن این آیه های کریمه گریه کرد، به گریه درآمد، چنان گریه کرد که حتی ریشش کاملا تر شد، از ریشش حتی آب ریخت، حتی روحانیان هم گریه کردند.
تا کتاب‌هایی که در دست داشتند از اشک آنها تر شد. این کتاب‌ها همگی در حال شنیدن این آیه‌های قرآنی بودند که جعفر بر آنها تلاوت می‌کرد. ثم قال لهم نجاشی، هنگامی که این آیه‌ها تلاوت کرده شد به اتمام رسید، ثم قال له نجاشی، سپس نجاشی بر آنها گفت ان هذا والذی جاء به عیسی، گفت سوگند به آن ذاتی که جان من در دست اوست، قسم به الله این سخنان آن چیزی که عیسی علیه السلام آورده بود است. این سخنان شما با سخنان عیسی علیه السلام از یک چراغ برآمدند، از یک نور، از یک روشنی برآمدند. پس روید، بروید. قسم به الله من آنها را به شما نمیسپارم. سین این دو نفر گفت هیچگاه اینا را به شما نمیسپارم. قسم به الله هیچ کسی حق آزاردهی اینها را ندارد. هیچ کس حق ندارد که اینها را آزار بدهد. و هنگامی که این دو فرستاده شده عمر و عبدالله از نزد او خارج شدند، عمر ابن عاص گفت قسم به الله، سوگند به الله پگاه نزد او باز میگردیم و چیزی میگوییم، سخنی میگوییم که کاملا شرف و نفوذ این گروه را از بین میبرد. بار اول شکست خوردن در نزد نجاشی. این هنگام عبدالله ابن ابی ربیعه که با همراه عمرو ابن عاص آمده بودند از جانب قریشی ها، که عبدالله ابن ابی ربیعه نرم دلتر بود، صاف دلتر بود، گفت سنی عمرو ابن عاص این کارو نکن، این کارو انجام نده. آنها خویش تبار ما هستند، آخر بیگانه نیستند، بر ما خویش تبار هستند، نزدیکان ما هستند، اگرچند با ما مخالفتی دارند، نزدیکان ما هستند. اما عمر گفت قسم به الله، قسم به الله من او را آگاه میکنم که آنها میگویند عیسی ابن مریم بنده است، بنده الله است عیسی، چون آنها اعتقاد داشتند که عیسی پسر خداست. قالت ام سلمة رضی الله عنها، ام سلمة گفت ثم غدا علیه من الغد، روز دیگر عمرو ابن عاص نزد نجاشی برگشت و گفت قال له عمرو ابن عاص، وقتی که روز دیگر فرا رسید عمرو ابن عاص به نزد نجاشی رسید و گفت چی گفت؟ ایها الملک، ای پادشاه، ای ملک، انهم یقولون فی عیسی ابن مریم قولا عظیما. ای نجاشی گفت اینها میدونی که در حق عیسی ابن مریم یک سخن بزرگ و خطرناکی را میگویند. فارسل الیهم، پس آنها را بخوان، به سوی آنها کسی بفرست آنها را بخواند به سوی تو و از آنها بپرس که درباره او، درباره عیسی شما چی میگویید؟ شما درباره عیسی چی گفتنی دارید؟ قالت ام سلمة گفت فارسل الیهم لیسالوهم عنه، نجاشی کسی فرستانید تا مهاجران را بیارند و از آنها بپرسد در حق عیسی علیه السلام. قالت ولم ينزل بما مثل ما قط، ام سلمة میگوید که هیچ حادثه سخت‌تر از این بار دیده نآمده بود برای آنها، شدت گرفت. قالوا نقول والله، هنگامی که آمدن جمع شدن گفتن هنگامی ما جمع شدیم، بعدن یکی از ما گفت قسم به الله ما میگوییم ما قال الله، قسم به الله میگوییم آن چیزی را که الله گفته است و ما جاء به نبینا، و آنچه که پیامبر ما بر ما آورده است آن سخن را میگوییم بدون حرس و تراسه. کائنا فی ذلک ما هو کائن، حرسه باد، حرسه شد، ولیکن ما از این سخن خود باز نمیگردیم، هر چی که باشد ما میگوییم. سپس بعدن یکی از ما گفت وقتی که او از ما پرسید درباره عیسی ابن مریم، یکی شما چی میگویید درباره عیسی ابن مریم، چی گفتنی دارید؟ گفتیم سوگند به الله، قسم به الله ما آنچه را خواهیم گفت که الله فرموده است و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آورده است، هر چی خواهد شود بگذار بشود. این نقطه برای ما خواهران و برادران وادار می‌سازد که ما همیشه سخن حق را بگوییم و از خود نهراسیم. در برابر حق باید ما سخت باشیم. می‌فرماید وقتی که نزد پادشاه آمدیم نجاشی پرسید درباره عیسی ابن مریم چی میگویید؟ قالت، میگوید که ام سلمة فقال جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه، این هنگامی که جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه جواب داد، چی جواب داد؟ نقول فیه الذی ما جاءنا به نبینا، گفت ما آنچه را که پیامبر ما برای ما آورده است آن را خواهیم گفت. چی گفتن؟ یقول، گفتن و هو عبد الله و رسوله و روحه و کلمته القاها الی مریم و مریم العذراء، گفتن که ما در حق عیسی علیه السلام میگیم اون بنده الله است، پیامبر الله است، روح اوست و کلمه اوست که آن را به سوی مریم باکره، پاک دامن و پاکیزه فرستانید. این هنگام بود که نجاشی دستش رو بر زمین زد و آن چوبی که گرفت برداشت و گفت سوگند به الله، سوگند به الله عیسی ابن مریم از آن چی گفتی نه بیشتر و نه کم است. تصدیق که سخن این را، باور شمار سخن این را، سخن جعفر را، درباریانش، کسانی که در اطراف او بودند، در اطراف نجاشی، همه این روحانیان کلیسا
اطرافیانی که در آنجا اظهار داشتند با اظهار ناراضگی نفس کشیدند هنگامی که این سخن را گفت نجاشی. فقال نجاشی در این هنگام گفت سوگند به الله شما در سرزمین من به خطر خواهد ماند و هر کسی که از شما بدگویی کند، هر نفری که نسبت شما بدگویی کند، من او را جریمه خواهم کرد. نجاشی گفت ایستاده است جریمهش خواهم کرد. قسم به الله اگر تمام خزینه طلا حاصل میکردم هرگز آن را به این مردم عوض نمیکردم. همه خزینه خود را میدادم تا که آزار و اذیت را از شما دور بسازم. و آن هدیه هایی که این عمرو ابن عاص با همراه عبدالله ابن ابی ربیعه آورده بودند، هدیه ها را برگردانید. گفت هدیه ها را برگردانید، من به آنها نیازی ندارم. گفت قسم به الله پادشاهی را بر من برگزیده است، پادشاهی را الله بر من داده است. بدون یگان رشوه الله بر من این پادشاهی را داد. پس چگونه رشوه بگیرم درباره آنها؟ چگونه من از شما رشوه بگیرم برای اینها؟ این مردم بر من درشتی نکردند، سختی نکردند که من به دنبال آنها از پشت وی بروم و با این ناعدالت راضی شوم. هرگز راضی نمیشوم. ام سلمه میگوید رضی الله عنها پس آن دو، یعنی عمرو ابن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه، هر دو دیگر چنان ناامید شدند و با آنچه که با خود آورده بودند از این زیر و زینت و زیبایی ها رد شدند و از نزد پادشاه بیرون شدند. و می‌فرماید ام سلمه که ما باشد در بهترین خانه‌های کشور نجاشی ماندیم، در آنجا قرار گرفتیم با بهترین همسایه و با بهترین محافظ رضی الله عنهم. سپس اسلام عمر ابن خطاب رضی الله عنه، اسلام آوردن عمر ابن خطاب رضی الله عنه. قال ابن اسحاق میگوید و کان اسلام عمر فيما بلغني ان اخته فاطمه بنت خطاب كانت قد اسلم بعلها سعید بن زید. ابن اسحاق میگوید که اسلام آوردن عمر رضی الله عنه چنان که به من رسیده است چنین رخ داده بود. اسلام آوردن عمر بن خطاب را نقل میکنیم. خواهر عمر فاطمه بنت خطاب الکی اسلام را پذیرفته بود و همچنین همسر فاطمه سعید ابن زید رضی الله عنه نیز مسلمان شده بود. آن دو اسلام را از عمر پنهانی پذیرفته بودند، قبول کرده بودند و حباب ابن ارد به نزد فاطمه می آمد و به او قرآن را می آموخت، قرآن را به او تعلیم داد. روز عمر که هنوز مشرک بود، که اسلام نآورده بود، اسلام را نپذیرفته بود، همون شمشیری که داشت در کمرش قرار داشت و قصد نمود که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برود. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر برود. برای چی؟ با چه سبب؟ به خاطر آنه که او صلی الله علیه و سلم و کسانی که با همراهی او هستند آنها را از بین ببرد، آنها را به قتل برساند. چون با عمر در اینجا خبر داده بودند که آنها و پیروانشان تقریبا 40 نفر از مردان هستند، از مردان زنان تقریبا 40 نفر هستند. در خانه نزد صفا جمع شدند، در خانه نزد صفا جمع شدگی هستند و در آن هنگام با رسول الله صلی الله علیه و سلم عمکش حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه و این چنین ابوبکر صدیق و علی ابن ابی طالب بودند. با همراهی این گروهی از مسلمان آنها قرار داشتند که در مکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار گرفته بودند و به حبشه هجرت نکرده بودند. این نفران در مکه بودند، در یک خانه. عمر ابن خطاب شمشیر خود را در گردنش گرفته هنگامی که در راه برآمده بود، در راه نعیم ابن عبدالله را دید و گفت کجا قصد را داری ای عمر؟ کجا می روی؟ راه کجا؟ فقال عمر اريد محمدا هذا صبي الذي فرق امر قريش وصفح احلامها. عمر گفت من قصدی همین محمد رو دارم، قصد نزد محمد رو دارم. آن صابع یعنی که کسی که از دین مردم خارج شده، از دین مردم جدا شده، پراکنده شده، که میان قریشیان تفریقه انداخته است، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم. عمر گفته ایستاده است. سنی نعیم ابن عبدالله. عمر میگوید که این محمدی که از دین قومش برگشت، قریش را تفریقه کرد، قبیله قریش را جدا کرد و خیره اندیشه های مردم را پس شمرید، پس زد، دینشان را عیبدار کرد و خدایان آنها را دشنام داد. من او را خواهم کشت. این سخن را عمر به سوی نعیم ابن عبدالله گفت و نعیم ابن عبدالله به سوی او گفت سوگند به الله نفس خودت تو را فریفته است ای عمر، تو فریفته شدگی ای عمر. و گفت که آیا چنین میپنداری که فرزندان عبدالمناف
یعنی خاندان رسول الله صلی الله علیه و اجازت میدهند که تو این کار انجام بدهی؟ چون در اونجا الکی که حمزه بود، علی بود و دیگران. تو گمان نکنی آنها این رو به تو اجازت میدهند که تو محمد قتل نمایی، یا که تو در این روی زمین راه بروی، یا اینکه تو محمد رو میخوای بکشی و پس از این با در روی این زمین در این مکه تو میخوای با باز راه بروی؟ یعنی که آنها تو رو فرزند عبدالمناف تو رو نمیگذارن این خیل. پس مصلحت این است که اول برگرد به اهل خانواده خود، برگرد ای عمر. چون که فکر اندیشه میکنی اول خانواده خود رو ادب بده. عمر پرسید کدام از اهل خانواده رو میگویی؟ کی رو نظر داری؟ کی رو میگویی؟ گفت خیشی تو. نعیم گفت که خیشی تو و دامادت سعید ابن زید و خواهرت فاطمه بنت خطاب سوگند به الله اینا مسلمان شدن و از محمد پیروی میکنن. پس اول به آنها برو، حسابت رو روشن کن، نزد آنها برو اول. فرجع عمر عامدا الی اخته. این هنگام بود که عمر قصد بازگشتن را کرد به نزد خواهرش فاطمه بنت خطاب و شوهرش شوهر فاطمه سعید ابن زید. به نزد آنها رفت. آن وقت در این هنگام وقتی که به آنجا رفت، در آن هنگام حباب ابن ارد رضی الله عنه حضور داشت در آنجا، در آن خانه با فاطمه و سعد ابن زید. و در دست حباب یک صحیفه، یک پارچه نوشته بود که در این پارچه ابتدای سوره طه نوشته شده بود و این صحیفه ها را گرفته بود برای آنها تعلیم داد. از برای تعلیم دادن. چون در این هنگام صداهای قدم عمر نزدیک شد، حباب رضی الله عنه خود به یک گوشه یا که جای پنهان شد در داخل خانه. وقتی شنید که عمر آمده است، در پشت در از بجا شد، جگه شد. و فاطمه رضی الله عنها آن صحیفه را گرفت، آن را زیر همین بالشت پنهان کرد. اما عمر پیش از وارد شدن صدای قرائت قرآن را شنیده بود. البته صدای قرائت قرآن در گوش عمر رسیده بود و وقتی که وارد شد گفت این صدا و زمزمه چی بود؟ من چی شنیدم؟ این چی بود؟ از خواهرش، از شوهر خواهرش میپرسد. آنها گفتند هیچ چیز نشنیده ای؟ چیزی نبود، چیز نشنیده ای؟ گفت نه، سوگند به الله به من خبر دادند که شما راه محمد رو در پیش گرفتید و از نش پیروی میکنید. این هنگام بود که دامادش سعید ابن زید به او حمله آورد. سعید رو زد. خواهرش فاطمه بنت خطاب برخاست، از جایش خست تا او را از شوهرش دور کند، عمر را دور کند. ولی عمر که از در غضب شدید بود او را زد. عمر رضی الله عنه به خواهرش چنان ضربه زد که سرش را زخمی کرد. این هنگام بود که خواهرش و شوهرش به او گفتند بله ما اسلام آوردیم، به الله و رسولش ایمان آوردیم، اکنون چیکار میکنی؟ کردن گیر، هر چی میخوای کردن گیر بکن. چون عمر رضی الله عنه دید که خون از روی خواهرش جاری است، از این کارش در حال پشیمان شد و دلش نرم شد عمر رضی الله عنه و گفت این صحیفه رو به من بده. همون صحیفه‌ای که بود، همون صحیفه‌ای که کمی پیش میخواندید، همون صحیفه رو بر من بدهید تا ببینم که در آن چیست. محمد چی آورده است؟ چی دارد؟ چی پیشنهادی دارد؟ عمر رضی الله عنه سواد داشت و خوانده و نوشتن رو میتوانست. فاطمه رضی الله عنها گفت ما از تو میترسیم که آن را به تو بدهیم. ترسیدن که شاید این را پاره پاره کند یا که نااحترامی کند. قال لا تخافی. عمر این هنگام گفت نترس. عمر گفت نترس و به خدایانش سوگند خورد، قسم یاد کرد عمر که صفحه را بعد خواندن باز میگرداند. بده من صحیفه را بخونم، سپس آن را به شما باز میگردانم. وقتی این را گفت، فاطمه رضی الله عنها به ایمان آوردن عمر رضی الله عنه امیدوار شد. دلش روشن شد و گفت ای برادرم، تو در شرک هستی، تو در ناپاکی هستی و در حقیقت که این صحیفه را جز پاکان کسی دست نمیزند و تو نمیدهمش. تو مشرک هستی، تو ناپاک هستی، این صحیفه را به تو نمیدهم. این هنگام بود که عمر برخاست، رفته غسل کرد و آمد و خواهرش این صحیفه را به او داد و عمر رضی الله عنه که در این صحیفه ابتدای سوره طه نوشته شده بود. عمر رضی الله عنه این صحیفه را قرائت کردن گرفت، چون یک چند آیاتی از این صحیفه را خواند و گفت این چی سخن زیبا و چی سخن دلکشا و پرشرف است، چی زیبایی دارد، چی لذتی دارد. و حباب ابن ارد رضی الله عنه که در گوشه خانه پنهان شده بود، هنگامی که این سخن را از عمر شنید بیرون آمد و گفت ای عمر، سوگند به الله من امیدوار هستم، من امید دارم که الله تو را با دعای پیامبرش، با دعای مخصوص پیامبرش هدایت کند. که من این دعا را از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیروز شنیده بودم و رسول الله می گفت ای الله، اسلام را به یکی از این دو مرد که در نظر دوست داشته تر هستند عزیز گردان. پیامبر این دعا را میکرد و حباب بن ارد این را شنید که پیامبر میگفت
ای الله، اسلام رو با یکی از این دو مرد که در نزد تو دوست داشته تر هست عزیز بگردان، اسلام را قوت بده. با ابوالحکم ابن هشام یعنی ابو جهل یا عمر ابن خطاب. پس ای عمر احتیاط کن و اندیشه کن. و این وقت بود که عمر رضی الله عنه گفت ای حباب، مرا نزد محمد صلی الله علیه و سلم راهنمایی کن، مرا نزد او ببر تا اسلام بیاورم، تا اسلام را قبول کنم، اسلام را بپذیرم. حباب رضی الله عنه در این هنگام گفت او در خانه نزد صفا است، با گروه از یارانش در آنجا قرار دارد. این هنگام بود که عمر شمشیر خود را در کمر خود بست و برآمد و روانه شد به سوی این خانه که در آنجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با یارانش قرار داشتند. بر آنجا رسید، با قدم‌های پرقوتش با آنجا رسید و بر در خانه زد، در آن خانه را تک تک کرد. شمشیر در کمردنش کشال است. صحابگان کرام صدای عمر را شنیدند. یکی از آنها نزد در آمد، از شکاف در نگریست، نگاه کرد که در آنجا در بیرون در عمر بن خطاب با شمشیر کشال در تنش راست ایستاده است. ترسید و برگشت به پیامبر الله صلی الله علیه و سلم خبر داد. گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمر در آمده ایستاده است با شمشیر خود. فقال، پس گفت یا رسول الله، ای رسول الله، هذا عمر بن خطاب، این عمر بن خطاب است، متوجها بالسيف، خانه در آمده ایستاده است با شمشیر خود. فقال حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه، این هنگام حمزه که در آنجا قرار داشت، حمزه گفت رضی الله عنه اذن له فان كان يريد خيرا، برای اجازه بده، در وی رو بکشو، اگر خیر میخواهد، اگر نیکویی میخواهد، بذلناه له، گفت اجازه ده تا درآید، بگذار در بکشو تا درآید. حمزه گفت اگر برای خیر آمده باشد خیر رو قبول میکنیم، خیرش رو قبول میکنیم، اگر برای بدی آمده باشد با همین شمشیرش او را میکشم، با همین شمشیرش او را میکشم. گفت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این هنگام فرمود بگذار درآید، درو بکشو، بگذار درآید. پس آن مرد اجازه داد و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از جایش برخاست تا به پیشواز عمر رفت. عمر رو پیشواز بگیرد. در حجره با او دوچار شد، با عمر دوچار شد و از جامه او داشت و گریبانش را گرفت و او را برداشت و او را سخت به طرف خود کشید و گفت تو چرا آمدی؟ ای پسر خطاب، چرا آمدی؟ چرا آمدی؟ گفت از او پرسیده ایستاده است ما جاء بك یا ابن خطاب، ای فرزند خطاب، تو را چی اینجا آورده است؟ فوالله ما ارى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة، و گفت سوگند به الله نمیبینم که تو ایستی، نه که من نمیبینم که تو توقف داری، توقف نکرده ایستادن نیستی تا آنکه الله سبحانه و تعالی بلای بر تو نازل گرداند، بر تو بلایی را بفرستد. عمر گفت ای رسول الله، برای ایمان آوردن آمدم، برای تسلیم فرمان الله و رسولش شدن آمدم. ای رسول الله، برای ایمان آوردن به الله و پیامبرش و با آنچه که از جانب الله فرستاده شده است نزد تو آمدم. این هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیر گفت، الله اکبر، هنگامی که رسول الله تکبیر گفت، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیدند که عمر اسلام آورده است، عمر اسلام را پذیرفته است. صحابگان کرام چنان شادی شدند که از همدیگر آنها پراکنده شدند، از شادی را، از خرسندی را، دیرشان پر از نور شد، پر از عزت شد، قوت گرفتند. زیرا وقتی که اسلام هم با حمزه و با عمر قوی شد، همگان آرامش گرفتند، مطمئن بودند که آنها دو محافظ پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهد بود. دیگر کسی نمیتواند، دیگر کسی جرأت نمیکند به نزد پیامبر نزدیک شود. حتی دو قوی ترین اهل مکه اسلام آوردند. با قوت اینها اسلام دارای عزت و توانایی گردید رضی الله عنهم. سپس خبر صحیفه، قصه نوشتن صحیفه، یعنی که سندی محاصره کردن پیامبر با اصحابش. قال ابن اسحاق میگوید فلما رأت قریش ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قد نزلوا بلدا اصابوا به امنا. ابن اسحاق میگوید که وقتی قریشیان دیدن که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در سرزمین دیگر، در سرزمین حبشه امنیت یافتند و با آرامی آنها زندگی دارند و نجاشی محافظت میکند آنها را، زیر حمایت خود آنها را قرار گرفته است و نگذاشت که این نجاشی به کسی از آنها دست رسانده شود. نجاشی این را نگذاشت. و همچنین عمر رضی الله عنه اسلام آورد و حمزه نیز همراه اوست و با این دو، با عمر و با حمزه، اسلام قوت گرفت و میان قبیله ها پهن شد. و این هنگامی که آنها در شورای مجلس خود جمع شدند، با هم مصلحت کردند. چی مصلحت؟ از برای به فشار آوردن بنی هاشم و بنی مطلب یک عهدنامه در آنجا نوشته کردن، بستند. چی عهدنامه بود این؟ آنها در این عهدنامه نوشته کردند که با آنها ازدواج نکنند،
از آنها ازدواج نگیرند، با آنها هیچ معامله رفت آمد نکنند، با آنها هیچ چیز نفروشند و از آنها هیچ چیز نخرند. این گونه عهدنامه را قریش در آن مجلس خود بسته کردند. وقتی که این سخن را آنها این صحیفه رو، این سند رو نوشتند، این عهد رو، پیمان رو بستند و این عهد و پیمان رو با سوگند، با قسم خوری مستحکم کردند. سپس این همین عهدنامه، همین صحیفه رو، همین سند رو در داخل کعبه برده آویزان کردند. ابن اسحاق میگوید که هنگامی که قریش این کار را انجام داد، بنی هاشم و بنی مطلب به نزد ابو طالب پناه بردند و او و هم کسانی که با همراه او بودند در دره ابو طالب جمع شدند. دره را می‌دانید؟ بله، جمع شدند تا رسول الله صلی الله علیه و سلم را محافظت نمایند، حفظ کنند. تنها ابو لهب پسر عمکش عبدالمطلب از آن خانواده دوری جست، از آن عائله دوری جست و به سوی قریش و به جانب قریش برگشت و گفت، به سوی آنها رفت و آنها را خواست یاری بدهد در این کار. این ابو لهب و این هنگام بودی قریش وقتی که این عهد پیمان را بستند، در داخل کعبه آن را محکم پیچه زده نگاه داشتند. این مسلمان ها را در این دره ابو طالب که جمع شده بودند، در آنجا آنها را 2 یا 3 سال محاصره کردند. بر آنها تا آن درجه ظلم هایی کردند که یگام چیز به بنی هاشم نمی رسید، نه از خوراک، نه از پوشاک، نه از هیچ چیزی. زیر محاصره کامل قرار گرفتند، مگر پنهانی با ترس، مگر آن کسانی که پنهانی چیز کمک کردن می توانستند کمک می کردند. و سپس ذکر ما لقی رسول الله صلی الله علیه و من قومه من الاذى، سپس ذکر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از قومش از آزار و رنج و اذیت دید، چون الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را از همه دشمنانش نگاه داشت و عمکش و قومش از بنی هاشم و بنی مطلب او را محافظت کردند، زیر حمایت خود قرار گرفتند صلی الله علیه و سلم را و نگذاشتند که قریشیان به او یگام آسیب، آزار و اذیتی برسانند که آنها این دشمنان به مسخره، به تمسخر کردن پرداختند. دیگر کاری از دستشون نآمد مگر این تمسخر و مسخره کردن. او را صلی الله علیه و سلم دشنام دادند و با او بحث ها میکردند، گفت و شنیده ها میکردند. این هنگام قرآن پی در پی برای قریشیان و کارها و دشمنی های آنها نازل میشد، یا درباره افرادی که آشکارا بر ضد او صلی الله علیه و دشمنی میکردند بر آنها قرآن نازل میشد، در شأن آنها، در مذمت آنها. از میان قریشیان آنهایی که نامشان در قرآن ذکر شده است، یکی ابو لهب عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همسرش ام جمیل بنت حرب ابن امیه به نام حمالة الحطب در سوره تبت ذکر شد. حتی الله سبحانه و تعالی حمالة الحطب گفت، یک بردارنده هیزم او را نام گذاشت الله سبحانه و تعالی. ابن هشام میگه که زیرا چنان که بر من رسیده است، آنچه که بر من رسیده است، او انا همین حمالة الحطب ام جمیل بنت حرب همسر ابو لهب به پیامبر چی آزارها، چی اذیت‌ها را میرسانید. همین حمالة الحطب تیشه خود را با خود گرفته رفته از بیابانها خار جمع کرد، خار می آورد و آنها را در راه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذاشت تا پایهای رسول الله صلی الله علیه و سلم خونالود شود. همین موقع الله سبحانه و تعالی این آیه های کریمه را نازل کرد: تبت یدا ابی لهب و تبت یدا، هلاک بود هر دو دست ابو لهب. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، نه مالش نه آنچه که بایگری و سرت دارایی داشت او را سود نرسانید، فایدهش نکرده. سیصلی نارا ذات لهب، او بر آتش خواهد افتید، انداخته خواهد شد. و امرأته حمالة الحطب، و همچنین همسر وی ابو لهب و همسرش با آن حزمهایی که داشت میکشاند، آنی با آن حزمهایش فی جیدها حبل من مسد، با آن حزمهایی که در گردنش در رسمانش میانداخته میکشید، با آنها چیز پیچیده است. در جهنم با این گونه خاری ها، با این گونه خار ذلیلی عذاب شکنجه کرده میشوند. و امیه ابن خلف باشد، هرگاه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را میدید با او مسخره میکرد، با او اظهار نفرت میکرد، تمسخر میزد. پس الله سبحانه و تعالی درباره او این آیات ها را نازل کرد. این آیات ها را در شأن این انسان نازل کرد: ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. وای بر هر مسخره کننده و هر عیب جویی که مال خود را جمع میکنند
و آن را میشمارند، حساب کتاب میکنند و گمان میبرند، میپندارند که مال آنها را جاودانه در این دنیا قرار میدهد. نه، هرگز چنین نیست. البته که او در آتش شعله‌ور انداخته خواهد شد. در سوره همزه آیت 1-4. و ابو جهل ابن هشام باشد. ابن هشام میگوید چنان که به من رسیده است، به رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت روپرو میشد میگفت، ابو جهل که ابوالحکمش میگفتن میگفت ای محمد، سوگند به الله، یا تو از دشنام خدایان ما باز میمانی، یعنی که تو خدایان ما رو دشنام نمیدهی، یعنی که تو از دشنام خدایان ما اگر تو باز بمانی، یعنی ما خدایان تو رو میپرستیم، عبادت میکنیم. اگر از دشنام باز نداری، ما نیز دشنام میدهیم. و این هنگامی که الله سبحانه و تعالی درباره او چنین آیات ها را نازل کرد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. یعنی فرمود که دشنام ندهید آن کسانی را که غیر الله را عبادت میکنند که آنها نه چیز الله را دشنام بدهند. یعنی که آن کسانی که غیر الله را عبادت میکنند، نه خدایان آنها را دشنام بدهید، نه آنها را دشنام بدهید، تا که آنها این سبب نشود اینا الله را دشنام بدهند. این آیت نازل شد. بعد سپس از روی دشمنی و نادانی الله را دشنام بدهند گفت الله سبحانه و تعالی. از این هنگام بود که پیامبر الله بعد از نازل شدن این آیه کریمه دیگر بت‌های آنها را دشنام نداد، بلکه همه آنها را به سوی ایمان و اسلام و یکتاپرستی دعوت نمود. همه آنها را به سوی این دعوت کرد. و نضر ابن حارث باشد، هرگاه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم می نشست و مردم را به سوی الله دعوت میکرد و مردم را به سوی خواندن قرآن، شنواندن قرآن ترغیب میکرد و مردم را رسول الله صلی الله علیه و سلم از سرنوشت امتان پیشین میترسانید، او این نضر ابن حارث از بیرون رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، هنگامی که بیرون میرفتن وی می نشست و قصه های دروغین فارسی ها را، پادشاهان فارس را به مثل رستم، اسپندیار و پادشاهان فارس نقل میکرد. این نضر ابن حارث بعد آنکه که پیامبر بیت میرسانید، این خبیث آماده این کار را انجام میداد، یعنی که مردم را از راه حق بزند. یعنی و میگفت که قسم به الله، سخنان من از سخنان محمد بهتر است. هر چی او میآورد جز از افسانه های پیشینیان نیست، قصه های پیشینیان نیست که آن را نوشته است و میخواند مثل منوری، مردم را از راه حق میزد. و الله سبحانه و تعالی درباره او این آیه ها را از سوره فرقان نازل کرد. قالوا اساطیر الاولین. آنها گفتند که این تنها افسانه های پیشینیان است که آنها را نوشته است و صبح و شام اینها را میخواند. و بگو آنها را کسی که نازل کرده است که هر سیر را در آسمان و زمین میداند. یعنی الله با سوی پیامبر گفت بر اینا خبر بده، آن کسی که این آیات ها را نازل کرده است هر سیر را در آسمان و زمین میداند و الله سبحانه و تعالی آمرزنده و مهربان است. و همچنین نازل شد این آیه کریمه و ای یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. یعنی درباره امیه ابن خلف این آیه هم نازل شد که کافران نزدیک بود که با نگاهی خشمگین نظر میکردن، که با چشمهانشون میخواستن تو رو بغلطانند، تو رو شکست بدهند. و هنگامی که این ذکر و این قرآن رو شنیدن میگفتن او دیوانه است، انه لمجنون، او دیوانه است. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی نازل شد و اذا تتلى علیه آیاتنا ولوا مستكبرا. هنگامی که وای بر آن نفرانی که هنگامی که آیه های قرآن بر آنها تلاوت می شود، آنها روی میگردانند، پوش میگردانند، سرکشی میکنند، گویا که نشنیدند. و برای آنها عذاب علیمی بود. و بشره بعذاب علیم، برای آنها بشارت بده عذاب سخت را، عذاب دوچندی را. قال ابن اسحاق میگوید که اخنس ابن شریق که از خلیفه های بنی زهره بود، سوره قلم آیت 51 و سوره جوسیه آیت 7 و 8. این آیه ها در شأن امیه ابن خلف نازل شدند. و ابن اسحاق میگوید که اخنس ابن شریق خلیفه بنی زهره که خلیفه بنی زهره بود، یک مرد آبرومند بود، یک مرد سخنور و سخنگو بود. گاهی از رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی بر او مسخره میکرد و از سخنان رسول الله را رد میکرد. پس الله سبحانه و تعالی درباره او این آیات را از سوره قلم 10 و 16 نازل کرد که الله فرمود ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عطل بعد ذلك زنیم. این آیه ها در شأن این کس نازل شد
که فرمود از هر کسی بسیار سوگندخور و خار شده و عیبجوی و فتنه انگیز، منع کننده از خیر سخاوت، تجاوزکار و دغل و بدنام دور کن خود را. نسبت او این سخنها این آیات نازل شد و فرمود که ما او را با بینیش داغ میکنیم، یعنی که به سزای او میرسیم. سپس ولید ابن مغیره، این آیات قرآن از آیات زخرف آیات 31 و 32، این آیات قرآن بر محمد نازل می شود. ولید ابن مغیره گفته ایستاده است، میگوید که این آیات قرآن بر محمد نازل می شود و من بزرگی قریش و سرداری آن را نادیده میمانم، از بزرگی قریش. و همچنین ابو مسعود و عمر ابن امیره بزرگ ثقیف میفرماید که ما دو بزرگ و دو شهریم، مکه و طائف. همین ولید مغیره میگوید. پس الله تعالی درباره او هنگامی که من پرسیدم نازل شد، یک آیه های قرآن نازل درباره او. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. میگوید که الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه چرا این قرآن به سوی مرد از دو شهر بزرگ نازل نشد؟ آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم کنند؟ و فرمود که ما روزی آنها را در زندگی دنیوی تقسیم کردیم، در سوره زخرف. سپس ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معیط، که دوستان نزدیک بودند و همدیگر، روز عقبه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و سخنان او را شنید. وقتی که عقبه دریافت و گفت آیا درست است که تو با محمد نشستی؟ یعنی که ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معیط که دوستی همدیگر بودند، وقتی که عقبه در نزد پیامبر نشست و سخنان او را گوش کرد، عقبه ابن ابی معیط بر او گفت آیا درست است که تو با محمد نشستی و از او شنیدی؟ و از او پرسید سوگند میخورم که اگر باز به نزد او رفته در رویش توف نه اندازی، هرگیز با تو سخن نمیگویم. این دوست با سوی دوستش این سخن را گفت و این عقبه لعنت الله بر او باد این کار را انجام داد. و این هنگامی که الله سبحانه و تعالی آیه های فرقان آیات 27 29 را در شأن او نازل کرد. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی، آن روز، آن هنگام، روز قیامت، آن ستمگار دستان خود را میگزد و میگوید ای کاش که راه رسول را میگرفتم، چون این از آن دوستش پیروی کرده بود. اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من رسول را، این پیامبر را دوست میگرفتم. یا لیتنی، ای وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من آن فلانی را دوست خود نمیگرفتم. این آیه کریمه بر ما هشدار میدهد، آگاه میدهد که در این دنیا تو با کی دوست هستی و در شأن این متکبران خبیث نازل شد. چون دوست همنشین، اگر همنشین بد باشد، العیاذ بالله تو را به سوی کفر و شرک جهنم میبرد، که در آن روز میگویی مثل انامین عتبه یا لیتنی، ای وای بر من، لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو خلیل دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، بدروسی که این دوست من را از راه حق، از قرآن و سنت دور کرد، زد، گمراه هم کرد. بعد اذ جاءنی، بعد آنه که این حق برای من رسید، من را از راه حق این دوستان بد گمراه کرد. برای همین امروز اهل بدعتکاران هر طایفه در قلب تو نش میزنن، از راه حق تو را باز میدارن. برای همین در انتخاب باید بدونی که با کی همصحبت هستی، با کی همنشین هستی، با کی دوست هستی. نباشد که در روز قیامت پناه به سوی الله این سخن راهی از جانب بعضی از مردم هم ببراید، پناه به سوی الله. برای همین بسیار آگاه هوشیار باشید برادران و خواهران گرامی. سپس ابی ابن خلف نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم با استخوانی که پوسیده بود آمد و گفت ای محمد، تو دعوا میکنی که الله این را بعد از آن که پوسیده است، پاره شده است، زنده میگرداند؟ سپس این استخوان را گرفت در دست خود میده کرد، پوسیده بود. این ابی ابن خلف این را میده کرد در دست خود و این سخن را گفت تو گمان میبری که این را الله در روز قیامت زنده میکند بار دیگر؟ و اون را به طرف شمال حواله کرد، این پوسیده را هنگام در دستش را مثل خاک کرد و سوی پیامبر حوالش کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این هنگام بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نعم، بله من چنین میگویم، الله هم او را
و هم تو را پس از آن که چونین میشوی زنده میگرداند. تحقیرش کرد با همچین پیامبر صلی الله علیه و آله و آن هنگام وقتی که زنده میشوی تو را الله سبحانه و تعالی در داخل جهنم میافکند، در جهنم تو را میپرتوید. این هنگامی که الله سبحانه و تعالی درباره او این آیات ها را نازل کرد. و ضرب لنا مثلا نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. در سوره یاسین میفرماید که او برای ما مثال آورد، سپس آفرینش خودش را فراموش میکند. همین ابی ابن خلف الله برای این مثال آورد که آفرینش خودش را فراموش کرده بود. میگوید که کی میتواند این استخوان‌ها را استخوان پوسیده را بار دیگر زنده بگرداند؟ بگو ای محمد بر آن قل بگو یحییها الذی انشأها اول مره. بگو ای محمد بر این متکبران همان کسی که آنها را زنده میسازد که باری اول از نیستی آن را زنده کرده بود، ایجاد کرده بود. و هو بكل خلق علیم، و او پروردگار بر هر چیز به هر آفرینش دانا است. این بود بعضی از قسمت‌های از این سرکشان، از این طاغوتانی که نسبت پیامبر الله صلی الله علیه و این گونه شکنجه ها و ستیزه های داشتند. الله سبحانه و تعالی همه ما رو توفیق بدهد که از اهل خیر باشیم، از اهل سعادت باشیم، از اهل شر ما و شما رو در حفظ پناهش نگاه می‌دارد و توفیق بدهد که همیشه با اهل خیر باشیم، با اهل سعادت باشیم. و درستی هر کس که اهل خیر رو در این دنیا اگر انتخاب کرد و نجات و کامیابی و سعادتمندی رو انتخاب می‌نماید. و هر کسی که اگر که از راه حق که قرآن و سنت است اگر از آن دست کشید، سپس با فهمی سلف اومد اگر دست کشید و راه هلاکت را انتخاب می‌نماید. در اینجا از این کتاب مبارک از سیرت پیامبر دست را به اتمام می‌رسانیم.